آقا سلام علیکم. شما سلام. بس من بشینم. بفهم. نشست. سلام. شقایق چطور؟ چی شد؟ شقایق منم امیدم. خیلی عقب نیست. نه آقا سال نوتون خیلی مبارک باشه و اینا. خیلی سال نوتون مبارک. امیدواریم که سال قشنگی باشه برای هممون و خوشحالیم که یک سال دیگه سالمیم. نفس میکشیم. یه سال دیگه گذشت. به نظر من این سال عوض شدن خیلی حال میده. سال تحویلا؟ نه فقط سال تحویل، کلا اینکه سال تغییر میکنه خیلی حال میده. سال نو خیلی باحاله. بفهم. سال نو خیلی باحاله. حس و حالش باحاله. آره حس و حالش خیلی باحاله. انگار که واقعا دوباره از نو متولد میشی. میدونی یه فاز عجیب غریب و جالبی داره. بعد ببین من خودم از اون دسته آدماییم که مثلا میخوام یه کاری انجام بدم بعد هی میگم سال نو بشه دوباره. من نیستم. جالب. نه ولی من داشتم میخوندم راجع به کلا نوروز و اینا. خیلی جالبه. کلا پیام ماجرا اینه که پایان سختی و شروع تازه دیگه. یعنی که یه دفعه سرمایه تموم میشه، همه جا سبز میشه، تو داری با زمین دوباره زنده میشی. نکتهش اینه و خیلی توش امید و انگیزه و برعکس سال نو چیای مختلف، فرهنگ‌های مختلف که اونقدر روی دیگه اومده تو دهنمون نشسته. کاش بیاد بشینی بغل با هم دیگه صحبت کنیم. برعکس فرهنگ‌های دیگه که مثلا روی این موضوع نیستن دیگه. ولی مال ما خیلی زومه روی این قضیه که نوروز دیگه، کاملا روز نو. ما توی اپیزودمون رو حرف زدیم که عیدا لباس جدید می‌خریم. عید لباس جدید خریدی؟ آره. واقعا؟ کفش خریدم. فقط کفش خریدم. چرا؟ من یه تیشرت خریدم. ولی بعد از عید. منم تیشرت خریدم. دقیقاً روز قبل عید. خب تو خوب خرید کردی. خب همین. فقط یه من خیلی ناراحتم که کم تونستم بخرم. یکی دلیلش هم این بود که از چند روز قبل از عید و بعد از عید خورد به شبای قدر و این داستانا. نه من خریدم. من فقط همین دوتا رو خرید کردم. ببین یه چیزی که هستش اینه که به نظر من خیلی اون خرید کردنه دیگه الان جواب نمیده. به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی ما مخصوصا توی این 3 سال گذشته یه جوری عجیب غریب بود. من داشتم یه دونه تحلیل آماری میخوندم. خب همونطوری که تو میدونی قطعا اینه که من حساب دارم و خیلی میشینم. آره من حساب دارم و یکی از کارهایی که انجام میدم همیشه آخر هر سالی، چه میلادی باشه چه شمسی خودمون باشه، آره بازی کن. یکی از کارهایی که همیشه انجام میدم اینه که میرم میشینم کلا راجع به اقتصاد و درآمد سالیانه خیلی از کشورها میرم میشینم میخونم. اصلا دوست دارم این کارو، خیلی دوست دارم انجام میدم. و یه اتفاق عجیب غریبی که توی 1 سال و نیم گذشته افتاده اینه که ما 30,000 تومان دلارمون گرون شده تو 1 سال. ولی تو 1 سال و نیم. من آماره 1 سال و نیم رو دارم بهت میگم. نه 30,000 تومان گرون شده. بابا تابستون 60 بود الان 100 دیگه. 60 بود الان 100 نیست. من شکیبا و علی دوستای نازنینم با 54 رفتن. خب پس تو 1 سال گذشته. آخه من دولتی و تو ارز دولتی. من ارز دولتی رو میرم میخونم، چون ارز کلی رو بخوای بری آزاد و بخوای بری نگاه بکنی خیلی بیشتر. آره 50-60 تومن رفته روش تو 1 سال و نیم گذشته. و از اون طرف ما درآمد دولتیمون شاید 2% الی 3% رفته بالا و الان چیزی که برآورد کرده بودن گفته بودن که 30% باید این حقوق کارمندها بره بالا، ولی 30% هم اصلا جوابگو نیست. عددی نیست نه اصلا. چون ما تورم خیلی عجیب غریبی داشتیم و میگم واسه همین دیگه انگار اون آداب و رسوم این که آجیل بریم بخریم. حالا آجیل هم وحشتناک بود اوضاعش.
میگفتن هر قصه 5000 تومان. این برنامه این کجا دیدم؟ ولی خب الان با توجه به این اطلاعات آماری که تو داری میگه هر سال داری میخونی، الان سطح شعور و درک از من خیلی رفت بالا. الان توازن برنامه ریخت به هم. یعنی خب نه من این کار رو انجام نه. خب ببین مثلا تو از اون طرف میشینی شاهنامه میخونی، کاری که من انجام ندادم تا این کار فرهنگی میکنم. ببین آره من خب کار ببین فرهنگی بعد ببین من کارهای فرهنگی که بهت بخوام بگم انجام میدم، یکی از کارهایی که انجام میدم اینه که مثلا میرم میشینم کتاب میخونم. خب کتابای مثلا فرهنگی میرم میشینم میخونم، کتابای تاریخی، حالا فرهنگی، چیزای مختلف. ولی به نظر من بار علمی و فرهنگی که توی شاهنامه هست تو خیلی از رمان‌ها و کتاب‌های تاریخی اصلا وجود نداره. واسه همین به نظر من این میدونی چی رو نشون میده؟ این تفاوت من و تو رو نشون میده. اولین بار داریم راجع به این حرف میزنیم. آره. که ما تفاوت داریم، همون قدری که شباهت داریم نسبت به هم دیگه، یعنی شبیه هم دیگه هستیم، همونقدر تفاوت هم داریم. آره طبیعیه دیگه، دو تا آدم مختلفیم و خیلی منطقیه که من توی یه سری چیزا علاقه‌مند باشم، تو توی یه سری چیزای دیگه. حالا اینا رو ول کن. آقا بهار چی کار می‌کنی؟ عیدو بگو. اول اینکه یکی از سردترین بهارا رو داریم تجربه می‌کنیم و من دارم من سگا رو خیلی دوست دارم. سگ لرز میزنه. دلتون نخواد اینجا زانوم داره میلرزه. خب و بهار قشنگه. یه چیزی من قبلش بگم بعد بریم سراغ بهار. من خودم فکر میکنم که هر چی میریم جلوتر سخت‌تر نه نمیدونم چرا، به خاطر سن یا به خاطر چیه، انگار اون شور و اشتیاق عیده کمتر میشه و این ناراحتم میکنه. من عیدو دارم، من تولدم همش هی میاد پایین‌تر. حالا من تولدو دارم ولی از اینکه عیده داره اینجوری میشه میدونی چرا من فکر میکنم که تولد رو دیگه ندارم؟ چون من تولدم به عید خیلی نزدیکه و اونقدری که هیجان دارم واسه عید اونجا سپری میشه. من دقیقاً 6 ماه چون فاصله داره ولی آره مثلا دوست داشتم خرید کنم امسال که اون شوره یکم و یه حرکت خیلی باحالی که کردم، خیلی بهم حس عید و بهار و اینا رو داد. استوریش هم کردم، اون دوستای نزدیکم دیدن. دست گلایی که می‌خواستیم بدیم به اطرافیان خودم پیچیدم. خیلی باحال. انقدر لذت بخش. خیلی کار سختی بود. یه چیزی بود 2 ساعت و نیم برای هر دسته گل من وقت می‌ذاشتم. حالا همچین چیز عجیب غریبی هم نشد. عکسشو فیلمشو تو شورت می‌ذارم ببین. ولی خیلی بهم حس خوبی داد. اصلا این درگیری با گل و پیچیدنش رو هی نگاش می‌کنی میزون باشه. یه چیزی بهت بگم، من پدر بزرگم که عاشقشم هستم، پدر مادرم، خدا حفظش کنه ان شاءالله. آره واقعا خدا حفظشون کنه. به من کلا گل‌آرایی رو یاد دادن. واقعا من خیلی دوست دارم کار کردن با گیاه، یعنی نه فقط گل. یعنی مثلا من کاشتن درخت بلدم، قلمه گرفتم بلدم. بعد ما یکی از کارهایی که همیشه با بزرگم انجام میدادیم، حالا الان خیلی وقت انجام ندادیم ولی همیشه یکی از علاقه‌مندیامون این بود که جفتمون میرفتیم توی باغچه کوچولویی داره و میرفتیم اونجا مثلا هرس میکردیم. خاکا رو مثلا چی بهش میگن شخم میزدیم و عاشق این کارم. و ببین نمیدونی چقدر از اون استرست کم میکنه و خیلی کار خوبی کردی. اینو بهم یاد بده. آره واقعا دوست دارم. مثلا ویدیو هم میگیریم میذاریم همه ببینن. مثلا من خیلی دوست دارم درختکاری یاد بگیرم. قلمه زدن خب یه سری فن داره دیگه. من بابام خیلی این حرکت‌ها میکنه ولی خب تو حالا بلدی تو هم یاد بده که با من. چرا که نه، من خیلی دوست دارم اصلا کار کردم. ببین حالا از اونجایی که تو میدونی، حالا بچه‌ها هم بدونن، من خیلی آدم ترتمیزیم، یعنی سعی میکنم همیشه تمیزیه رو نگه دارم ولی خیلی عجیبه. آدم ترتمیزیم، پاکیزم. آره. وسواس ندارم. نه وسواس ندارم ولی خب خیلی به تمیزی پاکیزه است. پاکیزم، خیلی به تمیزی هم نه خیلی بی‌تربیتی که ذهنت رفت جای بد. ولی کار با گیاه و خاکو خیلی دوست دارم. یعنی اصلا اینکه دستامون، اول اینکه من اصلا دستکش نمی‌پوشم. اصلا عشق کار اینه که حس کنی. ببین اینکه دستامو نگاه میکنم و میبینم که وای چقدر گل بهش چسبیده، اصلا لذت میبرم. اگه تجربه نکردین حالا
گیاه کاشتن و قلمه زدن و اینا کار شاید سختی باشه تو آپارتمان و خیلی آپارتمان نشینن، شاید نشه هر کسی این کارو کنه. ولی گل بریم بخریم از گل فروشی، مثلا 5 تا روز بخریم 4 تا اینو بگیریم بیاین خونه با یه دونه این کاغذهای گل فروشی شروع کنین خودتون چیدن، خیلی حال میده و بدین به کسی که دوستش دارین، ببینین چقدر آدم خوشحال میشه. آدم عشق اصلا میکنه. یه انرژی عجیب غریبه. خیلی حس خوبیه. بهاره دیگه خوبه که داریم این حرفو میزنیم. دوست دارم. خب شما عیدا برنامه چیه اصولا؟ تعطیلات عیدا معمولا من تهرانم، چون واقعا تهران خیلی قشنگه. ببین هوای تهران که پاکیزه، اصلا بهبهی ترین هواش، به کنار همیشه یه نمه بارون، ترافیک نیست، خلوت همه چی. یه لندن خاصی میشه. من چون لندن ندیدم نمیدونم. نه واقعا حالا میتونی تصور کنی، اصلا فکر کن هیچ کس ندیده. تصور کن که لندن همیشه بارونیه، راست میگه، یه هوای تمیز داره، لندن میشه قشنگ یه لندن درون میشه. آره راست میگه، یه شهر قشنگ، کوها رو داریم. الان اینجا فکر کنم معلومه دیگه، ابر رو ببین اصلا. آره اصلا خیلی قشنگه، تمیزه. و میمونم تهران معمولا که تقریبا همیشه بخوام مسافرتم برم یکی 2 روز میمونم. اولا که مسافرت‌ها که دیگه تو عید هر جا بری تا گردن پره. چقدر کلمه‌های بد بزنم. تا گردن پره و اصلا اشتباهه. مثلا شمال و اینا بخوای 20 ساعت تو راه باشی بری و بیای، ترجیح میدم نرم. اگه میخوام مثلا یه پیکنیک تور میرم اطراف تهران یه کیفی میکنم و اینا. با دوستان میچرخم، خیلی با خانواده سعی میکنم وقت بگذرونم. من عید دیدنی خانوادگی خیلی دوست دارم. آره چون خانواده رو خیلی بهم خوش، چون ما تو جمع خانوادگیمون خیلی بازی میکنیم، اکثرا همسن و سالیم. این خیلی خوبه. یعنی جمع میانگین سن پایینه. ما اصلا همسن و سال نداریم. ما شاید چند تا دونه از اطرافیان من همسن و سال. نه ما تقریبا همه بچه‌ها همسن و سالن. حالا مثلا توی تولرانس 2-3 ساله. بعد پدر مادرامون هم خیلی پایان. یعنی عیدا توی خانواده پدری ما لیگ پانتومیم داریم. چقدر باحال. خیلی جدی میشینیم پانتومیم بازی میکنیم، گل یا پوچ بازی میکنیم. آره برام عید دیدنی هم میچسبه. آفرین خیلی باحاله. آره و فیلم میبینم. فیلم و سریالامو رنده میکنم. بیا ببینم چی سریال جدید. سریال جدید چی دیدی؟ سریال جدید چی دیدم؟ سریالی که کلا چی بهم آفر میدی؟ برای عید ببینین. سریال خوب اگه بخوام جدید معرفی کنم بذار بگم دردویل ببینین. خیلی سریال خفنیه از همه نظر، کارگردانی، فیلمبرداری، فیلمنامه، بازیگرا، اصلا پکیج کامل. و 2 تا قسمت اولش که اومده مثلا 3 اومده 9 بوده امتیاز. چه قشنگ. من میرم تا حالا همچین چیزی. حالا من یه چیز خیلی جالبی بهت بگم. تو میدونی من خیلی فیلم و سریال‌های خارجی رو نگاه میکنم، اما الان چند وقته افتادم روی سریال‌های ایرانی. ببین آبانو میبینم، خیلی خوب آخه شنیدم خوبن. آره خیلی قشنگه، اصلا فیلم برداریش عالیه. نظر شخصی من اینه که فیلم برداری خوبه، بازیگرا خوبن، همشون 2 تا آدم فیلم باز داریم اینا رو میگیم. آره. آبانو میبینم، چیزو تاسیانو میبینم و جان سخت. این 3 تا سریال ایرانی اصلا برنامه من اینه که آخر هفته بشه و بشینم اینا رو تاسیان همونه که مهران مدیریه توشه. آره که یه سری هم چیز کردن، یه سری هی جلوشو گرفتن دوباره پخش کردن، ولی به نظر من که خیلی سریال قشنگیه. یعنی تاسیان ببین، یعنی بخوام بهت رتبه بندی بدم، اول جان سخته واسم، بعد تاسیان، بعد آوان. داره قوی میشه سریال ایرانی. این 3 تا سریال به نظر من جان خیلی سخت بالای برای. آره خیلی خط داستانی خیلی قشنگی داره. اصلا درگیرت میکنه. اصلا چیزش پوستراش جذبم نکرد. نه پوستراشو ول کن، بشین نگاه کن، خیلی حال میده. حس خط قرمز بهم. من خیلی سریال خط قرمز یه چیز تو همون مایه هست، ولی خب چیزش کن دیگه، جدیدش کن و به جدی چه باحال که همون وایب رو قشنگ داشته. آره دقیقاً همونه، درست میگی. ولی یه چیزی که هستش اینه که میگم من چند وقت اینا رو دارم نگاه میکنم، شاید چند هفته است که دارم این 3 تا سریال. خوشحالی باش. اصلا خیلی حال میکنم. دارم بهت میگم که میگم من اصلا دوست دارم آخر هفتهشه که فقط بشینم این 3 تا سریال رو ببینم. فکر میکنم آخر هفته منتظری که اپیزود کلا رو بگیریم. حالا اونو که آره. نه حرفتو زدی. خب خیلی جالب شد. آره من این 3 تا سریال رو میبینم. حالا یه دونه سریال جدیده، یعنی در اصل یه مینی سریال هم هست که اونو حالا
دانلودش کردم که بشینم ببینم. من فارسیشو میگم دیگه که حالا بچه‌ها اذیت نشن. نوجوانی. چرا فارسیشو گفت؟ حالا خب من نوجوان. انگلیسیش چیه؟ تو نمیدونی انگلیسی نوجوانی چیه؟ خب آخه نمیدونم به چه تین مثلا گفتن، تینیجر گفته، اسم چی گذاشته؟ من فکر کنم همیشه تینیجر دیگه. خب همینه میگه. تینیجر سریال کجاییه؟ کره‌ایه؟ نه چیزه انگلیسیه. چون من ندیدم. آره حالا برات میفرستم. حالا من الان امیدوارم که درست بگم، چون اینقدر رفتم هی سرچش کردم که فارسیشو بیارم. حالا امیدوارم که الان درست بگم که شاید تینیجر نباشه. حالا ولی اسم تو کپشن چیزش آره اسم فارسیش نوجوانیه که میگن خیلی قشنگه. یعنی سریالی که برای عید پیشنهاد می‌کنی سریال ایرانیایی که گفتی؟ من سریال ایرانی ولی من سریالی که برای عید بخوام پیشنهاد کنم به غیر از دردویل که خب ژانرش اکشن و ایناست، تو رو خدا اگر که ندیدین ببینین، تد لاسو ببینین. نه ندیدم. واقعا داری میگی؟ خب شاید به خاطر همین انقدر مضطرب و به هم ریخته و کلافه‌ای. دوست خوبه. جدی داری میگی تد لاسو رو ندیدی؟ نه حتما یاد باشه بعد از این اپیزود برام بنویسی هم دردویل هم تد لاسو فوق‌العاده است. اونایی که دیدن میان قطعا تاییدش میکنن. منو از یه افسردگی جدی نجات داد تد لاسو. انقدر حس خوب و انقدر دیالوگای قوی و انقدر بازیگری فوق‌العاده داره توش. چقدر جالب. اصلا محو داستان میشه. و بگم حالا اگه نمیدونه کسی، سیزن جدیدش هم قراره بیاد بعد از اینکه سیزن 3 شو گفتن تموم میشه و اینا. طرفدارا خیلی اصرار کردن و یه میلیونی امضا جمع کردن که تو رو خدا بیاین بسازین دوباره. و بازیگر اصلیش که همون آقای تد لاسو، ببین چقدر قوی بوده سریال. بازیگر اصلیش که تد لاسو، اسم خوبی هم داره بازیگر، اسمش یادم نمیاد، چون خالق سریالم بوده، کارگردان و تهیه کننده میرن از اون خواهش میکنن که بیا بسازیم، حالا که انقدر طرفدار داره و این آدم 3-4 ماه قبول نمیکنه، میگه به نظر من تموم شده است و اینا، تا دیگه میشینن پاشو مینویسن و به نتیجه میرسن و در سیزن جدیدش میاد. من خیلی خوشحالم. چقدر جالب. من حالا مثلا واسه یکی از سریالای دیگه که داره دوباره میاد و خیلی من براش خوشحالم، لاستاواسه. خب ببین ژانراشون فرق داره میدونم، ولی نه الان که گفتی و یادم افتاد که یه سری از سریالا رو دوست داری که بیاد همینجوری. تو تفریحت سریال دیدنه؟ تو نگفتی چیکار می‌کنی اصلا؟ بگو آره ما از اونجایی که خب میدونین من شیرازی‌ام، اصولا میریم شیراز و اینکه چون شیرازم که آره چون ما سالی یه بار، یعنی من سالی یک بار وقت میکنم که برم شیراز و اونم عیدا هستش دیگه، همش با خانواده‌ام دیگه. بعد من اونجا یه سری کازین دارم، یه سری واو چون هوای لندنه دلیل نمیشه که تو کازین داشته باشی چی رو. آخه بعد هی بگم دختر دایی دارم، دختر خاله دارم، پسر خاله دارم، 2 تا پسر خاله گوگلی دارم. داری قانع میکنه که کازین خیلی بهتره. کازین خب خیلی آره دیگه، کازین خیلی بهتره دیگه. آره من با اونا خیلی وقت میگذرونم. من نوه اولم ولی با اونا وقت میذارم. چی شده؟ یه دونه نخ بود که آره من با اونا وقت میگذرونم، با خانواده مادریم وقت میگذرونم و وقتی هم میام تهران اصولا حالا 6م 7م 8م اینطورا میام تهران هر سال و بعدش دیگه با خانواده پدری. تو نوه مورد علاقه ای؟ آره جدی؟ تو رو دوست دارم چون نوه اولم. منم اینور تو خانواده پدریم فکر می‌کنم منو بیشتر از همه دوست دارم. چون اینجوریه که تو نمیای مهمونی کنسل نمیشه بگیم که حالا منو خیلی بیشتر از بقیه دوست دارن، ولی خب من چون نوه اولم مثلا اینجوریه که میان ازم میپرسن که غذا چی درست کنی. نه بابا ارج و قرب داری قشنگ. من نوه اولی پسریم، یعنی اولین. نه من نوه اولم کلا تو خانواده پدریم. نه خیلی نوه خیلی زیادم. نه من نوه مادری از سمت مادریم نوه اولم، ولی از سمت پدریم فکر کنم اصلا تو عددا نیستی. نه 20 خورده ای 30 خورده 20 خورده ای. بدترم مایی تو هم. خانواده پرجمعیت با مزه است. خانواده پرجمعیتی هستیم که دیگه نیستن. من یه چیزی با مزه بگم، خانواده پرجمعیت به نظرم تا اونجایی با مزه بود که ازدواج نکرده بودیم. اون بچه‌های اون خانواده وقتی ازدواج میکنن خب یه نفر جدید میاد و خب اون آدمه دیگه توی این خانواده بزرگ نشده که خلق و خوهای متفاوتی داره و خیلی درگیری‌ها پیش میاد. حالا اینجا هم من میام هندل میشه و اینا کنار میان، همه آدما میرن جلو،
اونجای خراب میشه که بچه دار میشن. بعد ما تو خانواده مادریمون میگم اکثرا هم سن و سالیم با یه تلرانس چند ساله همه با هم بچه دار شدن. ای وای. یعنی دوباره با همون اختلاف و مثلا تو عیدا یه دفعه میبینید 10 تا کودک که دوست داری بکونشون تو دیوار دارن از در و دیوار اینجوری میرن بالا، بعد این دره پای اونو گاز میگیره، اون یکی دره میزنه رو قابلمه. ولی حالش خوبه. یه دفعه داد زدی. نه حالش خوبه. باحاله. داستانا هم باحاله. ببین آخه تو اینجوری باید نگاه بکنی که دیگه اون دوره رو گذروندیم دیگه. آره ما بزرگ شدیم دیگه. آره و بعد یه سری چیزا تغییر بکنه دیگه. همیشه یه روتین داشته باشی خوب نیست امید. و جالبیش زندگی اینه بره که بالا ما و پایین. توی این خانواده اینورمون تقریبا میتونم بگم که حالا من دقیق نشستم حساب کنم ولی تقریبا به اندازه هر یه نفری که از دست دادیم یه نفر اومده چند ماه قبل یا بعدش یه بچه به دنیا اومد و خیلی جالبه. ما هم اتفاق با یعنی اون تعداده هی ثابت میمونه و این زندگی تو حس میکنی که هم ناراحت کننده است هم خوشحال کننده دیگه. آدم‌ها دارن میان و اینا. ولی خب آره اینو داریم. آقا من یه چیزی بگم، امسال یعنی 1404 ما کلی برنامه خیلی خفن داریم برای کلاه، مخصوصا مهمونا و این داستانا که هیچی، کلی مهمون باحال داریم. بعد یه سری اتفاقات دیگه داریم، یعنی که یکم این چون هوای لندن این بنچ رو می‌خوایم رها کنیم و بریم یکم تو شهر و اینا، یکم ولاگ بیشتر از همون می‌بینیم، پادکست‌های باحال داریم، کلی برنامه‌ریزی داریم. اول اینکه من فهمیدم که مراسم جالبی هست برای یوتیوبرهای ایرانی. اسمش چی بود؟ واناوارد. یکم هدف شخصی اینه که بتونیم توی اون یه نقشی داشته باشیم. دوست دارم واقعا. دیدی؟ مراسم ها آره من باحال بود، جالب بود. من خوبه که داره این اتفاقا. من خیلی برای میا خوشحالم. من دقیقاً تمام روند کاری میا رو دیدم، همه رو. یعنی من خب یوتیوب باز نبودم، یعنی یوتیوب رو به عنوان آموزش نگاه می‌کردم همیشه. برای همین بچه‌ها رو می‌شناختم. من قشنگ هابیم بوده و خیلی هاشونو میشناختم. یوتیوبر مورد علاقت کیه؟ میا. منم این ترکیبشون رو دوست دارم. میا هست. نه من خود میا پلیز رو خیلی دوست دارم. یعنی اون موقعی که یعنی دارم میمیرم داری میبینی؟ آره خیلی سرده. ولی آره من میا رو که خیلی دوست دارم. ولی خب این وسط ها سارا حقیقت رو دوست دارم، نیکی مجلسی رو دوست دارم، پاشا مجلسی رو دوست دارم. خیلی آرا من دوست دارم. خواهر برادرن؟ چون همه مجلسی بودن. مجلسی ها زیاد، یعنی اتفاقی همه مجلسی یوتیوب و مجلسی ها گرفتن. مثلا که سوپرمارکت ها رو چیزا بردارن، چیه اسمشون؟ دریانی گرفتن. یوتیوب هم مثلا مجلسی. جدیش نسبتی نداره. نه دوستم ولی خلاصه آره. نه من خب ببین بعد بشینی نگاه کنی دیگه. من خیلی میشینم نگاه میکنم. ندارم اون وقتا ندارم. پادکست جدید رخکن بازنده ها رو بشینین گوش بدین، خیلی باحال. اپیزود جدیدشون ندیدم. ولی اینم آره آقا برنامه خفن داریم. یه سری اتفاقات ما خیلی آدمای خوبی هستیم. میشینیم راجع به پادکست‌های دیگه هم حرف میزنیم. خب بریم گوش بدیم، ببینین ویدیوهاشون رو حال بکنیم. مثلا ویدیوهای پاشا رو بریم ببینین. الان ویدیوهای ایران داره میذاره، خیلی باحاله. چیز هم مهیا و بگو اسم پارتنرشو. مهیا و اشکا؟ نه بابا پاشا با کی چیز میکردن؟ پلنت با کیه؟ کامبیز. آره مهیا و کامبیز هم من خیلی دوستشون دارم. اونا رو بریم ببینیم. یه اپیزود ماداگاسکار دادن، خیلی باحاله. آره ببینیم کلا یوتیوب به نظرم مدیا باحالی شده. آره و بیشتر دنبالش بکنیم. به نظر من از اینستا واقعا خیلی بهتر شده. چون همونطوری که ببین تو دیدگاه اینو ما داری که 4 ماه تازه اومدیم آموزشی و نه من خودمون رو نمیگم، کلی دارم میگم. بالاخره ببین من خیلی ساله دارم تو یوتیوب میچرخم و همونطوری که تو دیدگاه آموزشی داری نسبت به یوتیوب، خب خیلی های دیگه هم این داستان رو داشتن و همون قدری که آموزشی هست همون قدر سرگرم کننده هم هست. من واقعا دارم میگم وقتی یه موقع‌هایی نمیرم پیش تراپیستم، میرم
یه چند تا مدیتیشن باز میکنم، میشینم مدیتیت میکنم، یا اینکه میرم چند تا حرفای تراپیستای خیلی خفن چه ایرانی چه خارجی گوش میدم و آروم میکنم خودم این شکلی. واقعا یعنی دنبال کنید چه ایرانی خیلی چه باحال خارجی. شده. الان به خیلی نظر باحال منم به شده. عنوان سرگرمیانه چند وقت دارم دنبال میکنم، خیلی خوش باحال. میگذره. واقعا خوش میگذره. یعنی بچه‌ها رو میشه نگاه می‌کنی انرژی خوب میگیری. دقیقاً. ولی عیدو ما رفتیم، یعنی که ما یه دونه اپیزود برای عید، 2 تا اپیزود برای عید داریم به غیر از این. بعد میریم و احتمال داره، من دارم جفتمون داریم سعی میکنیم که این اتفاق نیفته، ممکنه که یه کوچولو یه وقفه 1-2 هفته‌ای داشته باشیم، بعد دوباره روتین برمیگردیم به حالت عادی. بعد اینکه بهتر کنیم دیگه، ان شاءالله که بهتر کنیم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم. واقعا 1403 زیاد سال جالبی نبود. برای من بود، هم بود هم نبود. برای من بهترین اتفاق، یعنی هایلایت اتفاقش کلاه بود واقعا. بقیه‌اش همش داشتم میدویدم. یه چیزی بگم، امید دویدنم زندگیه، یه بخشی از خب نه یک چیز، من از 1403 خودم میگم 1403 برای من خیلی سال عجیب بود. اولین بار بود که توی زندگیم، نمیدونم کسی دیگه هم این تجربه رو داشته یا نه، 2000 تومان تو جیبم نبود. یعنی من شاید چندین روز و 20 روز 30 روز با زیر 100 تومان سر کردم، در این حال که پول داشتم پول نداشتم. حالا چرا؟ برای اینکه باید پس انداز میکردم و این گرونی و دلار و اینا منو توی استرسی گذاشت که هر چی در میاری و باید پس انداز کنی. و هیچ وقت یادم نمیره، یعنی اون روزا رو هیچ وقت فراموش نمیکنم که من پول باشگاهمو نداشتم، پول بنزین نداشتم، برای این با ماشین نمیتونستم برم بیرون. باشگاه چه رد و برق قشنگ. باشگاه انقدر حالم بد بود برای من، باشگاه اینجوری که میرم حالم خوب میشه، یعنی بیشتر از اون حالت فیزیکیه منتالی خیلی روم تاثیر میده. رفتم باشگاه، اون انگشتم زدم که وارد بشم و اینا، گفت اعتبارات تموم شده. انقدر حالم بد شد اومدم رفتم تو پله ها، رفتم طبقه بالا نشستم، یکم برای خودم بغض کردم و اینا. بعد زنگ زدم از یه بنده خدایی که دستش درد نکنه، گفتم که مثلا انقدر داری به من قرض بدی، من 1 جلسه برم فقط باشگاه، من سعی میکنم تا اولین فرصت بهت برگردم. و اینجوری شد و خیلی عجیب بود. هر چی داشتم و پس انداز میکردم و به اون پس اندازه دست نمیزدم که اینجوری سختی کشیدم. حالا درست و غلطش رو کاری نداریم، ولی برای همین سال عجیب غریبی بود. سال عجیب بود. برای تو سال بهتری بود؟ هم خوب بوده هم بد بوده. اینکه همکار تو هم شدم خیلی برام سال اتفاق خوبی بود. نه واقعا دارم میگم. برای منم همین. واقعا برای منم مثلا یه حس و حال جالبی اتفاق افتاد. چه نور قشنگی و آره یه خیلی فضا معنوی شد و حاله‌ای درست. آره شاید یه دفعه یه رنگ و بویی داد، یعنی از اون روتین دیوونه کننده اومد بیرون و همینجوری باعث شد که کلاه را بندازیم، گپ بزنیم با هم دیگه. همین مکالمه‌ای که داریم برای من خیلی حالم خوب می‌کنه، همین که بلند میتونم فکر کنم. آره این خیلی حال میده. صدای پای کلاغو دوست دارم. دیگه کلاغ تازه رسوخ کرده. تازه فهمیدم که صدای پای کلاغو دوست دارم. تونن دیگه کلاغ عزیز. 1404 رو می‌خوای چیکار کنیم؟ برنامه شخصی چیه؟ ببین اولین چیزی که برای خودم خیلی بولده، میخوام خیلی سلف کیر داشته باشم. من اصلاً به خودم نمیرسم، نه ظاهریا، من اصلا شقایق نه اصلا، من اصلا اون شقایق درونم و اصلا مراقبش نیستم. خیلی موافقم. بیا این قولو امسال به هم دیگه بدیم، امسال بیشتر مراقب خودمون باید باشیم. ببین من یه آدمی ام که من یه آدمی ام که به نظرم خیلی سعی میکنم همه رو راضی نگه دارم، خودم رو هی کوچیک 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 کنم. خب چرا؟ خب این بده. آسیبه دیگه. این آسیبیه که من دارم به خودم شخصا میخوام امسال روی این تمرکز کنم. قطعاً خیلی میخوام روی این تمرکز کنم. ورزشمو میخوام روتین بکنم، یه سری کارامو میخوام به عنوان سلف کیر. ما آخر من باشگاه نرفتیم. آره کاش میشد. یه دونه
برنامه روتینی رو برای سلف کر میخوام درست بکنم. حالا اونو دارم ولی روحیه رو بیشتر میخوام داشته باشم. آن خودش یکم حال بده. من امسال رفتم ایدی پارک لاله. چقدر قشنگه. خیلی 3-4 خیلی حس قشنگی بود. حالا اینو میگم که بچه‌ها برن. اول اینکه خیلی خلوته و آدمایی که هستن واقعا اومدن که لذت ببرن. یکی تناب وسط 2 تا درخت داره راه میره، یکی داره خودش گیتار میزنه، یکی زیر انداز انداخته دارن با هم دیگه لقمه‌ای رو میخورن. بعد فقط این صحنه رو بگم، اینم تو شورت میذارم، خیلی باحاله. یعنی یه لحظه برام اسلو موشن شد همه چی. یه حالت چمن‌طور زیاد، یعنی دیدن دیگه پارک لاله رو، چمن زیاد، بعد نور آفتاب خیلی یواش میخورد تو چمن‌ها، تازه آب داده بودن، یه بوی چمن تازه میومد و 2 تا سگ گلدن داشتن با هم اونجا بازی میکردن. یعنی این صحنه رو شما فکر کن، بعد اینا میخوردن تو هم دیگه، پس زمینه هم اون آقای داشت گیتار میزد. دیدم واقعا شاید جذابیت‌های زندگی با همین لحظه‌های کوچیکیه که ما خیلی راحت ازش رد میشیم و یه پارک رفتن چقدر میتونه حالتو خوب کنه. خلاصه که سال قشنگی داشته باشین آقا جان. امیدوارم خیلی سالی پر از آرامش، پر از پول، پر از عشق، پر از شادی براتون باشه. لحظات غم و ناراحتی برای هممون هستش، ولی امیدوارم که لحظات شادیمون همیشه بیشتر از غممون باشه که اونو کاور کنیم. فرهنگ ما امیدواری ایران. ایرانی‌ها از قدیم با امیدواری خوابیدن و با امیدواری پا شدن و روزشون رو شروع کردن. دقیقاً. ایشالله که امسال برای هممون اتفاقای خوبه بیفته، یکم حالمون خوب باشه. همه مردم شهر حالشون خوب نیست دیگه، واقعیته. امیدوارم که از ته دل یکم خوشحال بشین، یکم دیدی چشه برق میزنه یا همچین حالی رو ببینی توی مردم به جایی که فوش بدیم هم دیگه. امیدوارم واقعا سال قشنگیه امسال. ایشالله که سال خیلی خوبی باشه و کلی اشغال بکنین، از لحظاتتون استفاده بکنین، تو لحظه زندگی بکنین، تو لحظه زندگی کردن رو یاد بگیرین، چون خیلی مهمه. من خودم آدم استرسی ام، آدم پنیکی ام، ولی منم اینو دارم بلند میگم که اصلا هم خودم بشم، هم امید، هم شماها یاد بگیریم تو لحظه زندگی بکنیم، اینقدر به خودمون سخت نگیریم، یه سری چیزها رو رها کنیم تا درست ترش اتفاق بیفته برامون. از همین تعطیلات عید هم شروع کنین دیگه. همین چند روز رو لذت ببرین، برین بگردین، طبیعت برین. طبیعت خیلی روح آدمو تازه میکنه. دقیقاً. بشینیم با PS4 بازی کنیم، با PS5 بازی کنیم، کامپیوتر و PC و اینا بازی کنیم، دست جمعی بازی کنیم، زنگ بزنیم به این و اون و اینا، اشغال کنیم واقعا. حداقل ایده رو بچسبیم. خیلی مخلصیم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ما رو دنبال بکنین. این دنبال کردن شما باعث میشه که ما خیلی پیشرفت بکنیم و بوس به کلهاتون. دوستتون داریم آقا جان. سال خیلی خوبی داشته باشین. نیاز قدیم از توی شاهنامه با امید خوابیدن و با امید روز از اول میگم چی بود؟ ببخشید. برو این قسمت